سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. منابع غیر رسمی میگویند دلشاد اسبه را از روسیه آوردند. با ماده 307 برادر سردبیر پیام تیوی را از روسیه به تاجیکستان بردند. تو دیگر اوچه نداری؟ نشر ویدیوهای نزدیکان دستگیر شده اشتراکچیان اعتراضهای برلین. روز سوم جنگ حماس با اسرائیل، در پشت این جنگ ایران ایستاده است. بازداشت راننده‌ای که کارمند بازرسی دولتی اتومبیل را با ماشینش پخش کرد و گریخت. و اکنون تفصیلات خبرها. محمد اقبال صدرالدین سردبیر کانال اپوزیسیونی اسلو تیوی روز 2 اکتبر سال 2023 خبر داد که مقامات تاجیکستان و روسیه در مورد به دوشنبه سپردن دلشاد سیدمرادوف معروف به لقب‌های دلشاد اسبه موافقت کردند. دلشاد اسبه مورد معامله مقامات تاجیکستان و روسیه قرار گرفت. منابع اسلامی گویند 3 روز است که دلشاد اسبه تحت بازپرسی مفتشان در دوشنبه قرار دارد. چرا تا حال مقامات خاموشند؟ نوشت محمد اقبال صدرالدین در صفحه‌اش در فیسبوک. مقامات تاجیکستان تا کنون این خبر را رد و تصدیق نکردند. منابع غیر رسمی میگویند آوازه‌های در این باره در بین مقامات چرخ میزنند، ولی اگر دلشاد سیدمرادوف را آورده باشند او را از چشم عامه خیلی سخت پنهان کردند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 2 اکتبر به پایگاه خبری بامداد گفت همه چیز در این قضیه در دست مسکو بود. اگر راضی شده باشد بازداشت و به تاجیکستان آوردنش دیگر دو کاره دو است. دلشاد اسبه کارمند سابق نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان که تجربه کاری در وزارت کارهای داخلی، اگنتی مبارزه با کروپسیا و بخش مبارزه با جنایت‌های کیبرنتیکی داستانی کل جمهوری تاجیکستان داشت، متهم اساسی در پرونده ربودن و قتل معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت‌اللهیف به شمار می‌رود. باور می‌رود که نقشه ربودن بانکدار معروف را از دلشاد سیدمرادوف کشیده. به این کار چند نفر دیگر کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق بر سبب رانده شده را جمع آورده است. شام 23 ایون سال 2023 5 نفر از آدمربایان دلشاد سیدمرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف بعد چندین روز تعقیب معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت‌اللهیف را از نزد منزلش در مرکز دوشنبه به ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته شده در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزا بردند. اسمت‌اللهیف دیگر به این عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمت‌اللهیف را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست از موضع سرازم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کرده روز 3 آگوست به خاک سپردند. اصلالدین شریپوف ساکن 35 ساله دهه خشخانه جماعت پانغاز نویه اشت سال 1 اکتبر سال 2023 از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است. قرار به تاجیکستان سپردن اصلالدین شریپوف را دادستانی ایالت سوردلوفسک در منطقه اورال روسیه صادر کرده است. در این باره وکیل دفاع او نینا چرتورتکووا به نزدیکان شریپوف خبر داده است. اصلالدین شریپوف از 21 سپتامبر سال 2022 در شهر نیژنی تاگیل در بازداشت قرار داشت. او را بر اساس درخواست مقامات تاجیکستان که این ساکن نویه اش را تحت جستجوی بین المللی قرار داده بودند دستگیر کردند. در تاجیکستان اصلالدین شریپوف بر اساس قسم 2 ماده 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار می شود. نزدیکانش این اتهام را رد می کنند و می گویند که او یگان فعالیت سیاسی نداشت و در روسیه در ساختمان کار می کرد. به باوری نزدیکانش سبب اصلی تعقیب اصلالدین شریپوف این است که او برادر شفقت جان شریپوف معروف با تخلص شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی است. ماده 307 در تاجیکستان به صورت فراوان برای تعقیب مخالفین و دیگر اندیشان و نزدیکان آنها استفاده می شود. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت و استرداد و پرونده اصلالدین شریپوف را شرح ندادند، ولی برادر او شفقت محمد که چند سال اخیر در اروپا به سر میبرد روز 9 اکتبر سال 2023 در یک نامه سرکش شده به دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان نوشته است که برادرش عضو یگان گروه یا سازمان سیاسی هیچ گونه بود و یگان فعالیت سیاسی نداشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالیت سیاسی و یا همکاری با اهل سیاست نداشت. تاکید کرده شفقت محمد در نامه‌اش به پروکورور ژنرالی. اما می نویسه شفقت محمد طبق سند
عیبدارکنی صحنه 13 آگوست 2021 پروکورور شعبه مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و تطبیق قانونها در ساحه امنیت ملی، پروکورور ولایت سوخت نسبت به برادر او اصلالدین شریپوف پرونده جنایتی تحت رقم 14945 آغاز نموده او را طبق نشانداد قسم دوم ماده 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عضویت در حزب نهضت اسلامی و سازمان گروه 24 عیبدار کرده است. شفقت محمد در نامش به پروکورور گنرالی می نویسد طبق قرار عیبدار کننده دولتی دادرم شریپوف گویا در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک با نام اصلالدین شریپوف مواد مربوط و سازمان تروریستی اکستریمیستی پنهان کرده است که این دروغ محض است و پیش از ما باید مشکوفانه سنجیده شود. برادرم در صفحه شبکه‌های اجتماعی بجز از معلومات مربوط اویلوی چیز دیگری نکرده است. اصلا از کاربردش در صفحه فیسبوکیش دانسته می شود که هوسمند شبکه‌های اجتماعی نیز نبوده است. شفقت محمد از دوستانی کل یوسف رحمان خواسته است که نسبت به دادرش از روی قانون مناسبت کنند. او ابنامه ضد اصلالدین شریپوف را جرمای سوخته و بافته نامیده از دوستان کل خواسته است که پیش از همه نظارت اجرای قانون را به جا آورده به مناسبت مقامات ضد دخل که غیر قانونی بودن هیچ جرم طلب استردادش را از روسیه کرده است و برادرم را بازداشت کرده تا به حال غیر قانونی از حال او پیوندان خبر نداده است به حقوقی دهند. او از دوستان کل همچنین خواسته است که درباره مکان بازداشت و سبب بازداشت دادرش را اعلام کرده هر چه زودتر برای تامین او با وکیل دفاع با صلاحیت مساعدت کنند. شفقت محمد در پایان نامه‌اش بار دیگر دادرش را بیگناه نامیده خواسته است که با احترام به قانون و شهروند از گرفتاری دادرم به تهمت و بهتان پیشگیری کرده شود. دوستان کل تاجیکستان تا کنون به این نامه شفقت محمد پاسخی نداده است. در پی از جانب مقامات تاجیکستان بازداشت شدن 10 تن از نزدیکان اشتراکچیان اعتراضهای مخالفین تاجیک در برلین اکنون توسط صحیفه‌های نزدیک به مقامات چند ویدیو این بازداشت‌ها نشر شد که در این سبت‌ها آنها فرزندان خود را برای اشتراک در اعتراضهای ضد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان محکوم کرده. یکیش از پرزیدنت برای رفتار فرزندش عذر می‌پرسد. در کدام شرایط ثبت شدن این ویدیوها معلوم نیست و این هم معلوم نیست که آیا آنها این سخنان را به اختیار خود به زبان می‌آورند و یا آنها را مجبور کردند. بنا به معلومات دریافتی ثبت چنین ویدیوها با محکوم کردن فرزندانشان در محضر عام یک شرط مقامات برای آزادی این بازداشت شده بوده است. در ویدیو تقای مراد خالقوف پدر بیروز تقایزاده معروف به سلمان خالقوف یکی از لیدرهای حرکت اپوزیسیونی گروه 24 و مجری برنامه صدای مردم احساس می شود که او متن تیار شده را ظاهراً از روی کاغذ قرائت می کند. تقای مراد خالقوف که در مکتب دیای شیخان جماعت راحتی نویه رودکی معلم عودی است و شب 29 سپتامبر در بازداشت قرار داشت، در مراجعتنامه ویدیویش که روز 8 اکتبر سال 2023 نشر شد رفتار پسرش را محکوم می کند و می گوید که اگر دیگران برای فرزندانشان افتخار کنند او از فرزند خود شرم می دارد. تقای مراد خالقوف در این ویدیو همچنین از پرزیدنت تاجیکستان برای فعالیت‌های اپوزیسیونی فرزندش عذر می‌پرسد. بیروز تقایزاده روز 9 اکتبر سال 2023 در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد گفت وضعیت پدرش را خوب درک می‌کند. من خوب می‌دانم که پدرم در کدام وضعیت چه حرف را می‌زند. چهره پر از غم و فشار بلند در سیمایش دیده می شود. متاسفانه در کدام شرایط این متن آدم روایی را خونده است خودش میدوند و خدا. هنوز معلوم نیست که آیا پدر بیروز تقایزاده را بعد این ویدیوی توبه آزاد کردند یا نه. اما گلخمار وصیف و مادر 50 ساله عبدالخلیل وصیف یک فعال دیگر مخالفین را بعد نشر مراجعتنامه‌اش جواب دادند. عبدالخلیل وصیف برادر عبدالرحیم وصیف است که سال 2017 از روسیه به تاجیکستان برده شده به 23 سال زندان محکوم گردید. عبدالخلیل وصیف بعد زندانی شدن برادرش سال 2019 همراه اویلش به آلمان پناه آورد و 2 فرزند خردیش در اروپا به دنیا آمدند. او در اروپا به فعالیت‌های اپوزیسیونیش ادامه داده از جمله در اعتراضهای روز 28-29 سپتامبر در برلین فعالانه اشتراک داشت. عبدالخلیل وصیف در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد خبر داد که از بس که پدرش سالها باز در مراجعت کاری در روسیه قرار دارد کارمندان مقامات الکی شب 29 سپتامبر به خانه آنها در دهه گذر بالای نویه قبادیان آمده مادرش را با خود بردند. گلخمار وصیف و 3 روز باز در بازداشتگاه واقع در مرکز نویه شهر توز
و سپس 2 روز دیگر در شهر بختر نگاه داشته به گفته پسرش تن و بعد به او زنگ زدن و قطع فعالیت‌های اپوزیسیونی او را طلب کردنش از بازداشت رها کردند. در ویدیویی که ترول‌های حکومت نشر کردند، گلخمور وسیع و پسرش را برای اشتراکش در اعتراضهای مخالفین مذمت میکند و هشدار می‌دهد که اگر یک بار دیگر صدایت را برآوری، من دیگر تلفنت را نمیبردارم. من دیگر این خیل بچه ندارم، تو هم دیگر اوچه نداری. برای من درد و غم عبدالرحیم بس است. معلوم نیست که آیا این صحبت در کدام شرایط صورت گرفته است و آیا گلخمور وسیع و با اختیار خود این حرفا را به زبان میآورد یا نه. ولی پسر او عبدالخلیل واسیوف معتقد است که مادرش را در عوض آزادی به گفته این حرفا وادار کردند. به حساب سازمان دیدبان حقوق بشر، مقامات تاجیکستان در پی سلسله اعتراضهای روزهای 28 و 29 سپتامبر 47 تن از خویشاوندان اشتراکچیان این اعتراضها و چهره‌های شناخته مخالفین را بازداشت کردند. حامیان حقوق چنین عمل مقامات تاجیکستان را انتقامگیری نامیده از جامعه بین المللی خواستند که به حکومت تاجیکستان فشار آورده دوشنبه را به اجرای عهده‌داری‌هایش درباره رعایت حقوق انسان وادار کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روزنامه The Wall Street Journal روز 8 اکتبر سال 2023 با تکیه به منابع خود گزارش داد که حمله هایی که حماس صبح شنبه علیه اسرائیل آغاز کرد و تا به حال ادامه دارد با اجازه و کمک ایران صورت گرفته و چند هفته پیش از جانب مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است. در این گزارش به نقل از اعضای بلندپایه حماس و حزب الله آمده است که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ماه آگوست با حماس برای برنامه‌ریزی این حمله گسترده هوایی، زمینی و آبی همکاری نموده. در دیدار هفته گذشته در بیروت و مقامات حماس برای انجام آن چراغ سبز نشان دادند. نقشه ایران آن بود است که جنگ فعال با اسرائیل در همه جبهه باید آغاز شود. حزب الله و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز از طرف شمال، جهاد اسلامی و حماس از طرف غزه به اسرائیل وارد جنگ شوند. در همین حال نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد دست داشتن ایران در حمله حماس به اسرائیل را رد نمود. او این اقدام فلسطین را دفاع کاملا مشروع در برابر 70 سال اشغال ظالمانه و جنایات صهیونیستی نامید. همزمان سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران نیز بار دیگر نقشه ایران در دست داشتن به عملیات فلسطینی ها را انکار نموده تاکید کرد که هر اقدام احمقانه نسبت به ایران به پاسخ مواجه خواهد بود. وزیر کارهای خارجه امریکا انتونی بلینکن در صحبت به CNN تاکید نمود که امریکا هنوز دلیل در دست ندارد که هدایت یا دخالت ایران در این حمله ها را تصدیق و رد کند. اما او در ادامه صحبتش افزود که بدون شک بین ایران و حماس رابطه عمیق وجود دارد. در نوبت خود ایران نیز با صراحت پشتیبانی از گروه‌های فلسطین از جمله حماس و جهاد اسلامی را انکار کرده اعتراف می‌کند که با این گروه‌ها رابطه نزدیک دارد، اما دست داشتن خود به حمله بی سابقه حماس به اسرائیل تذکیب می‌کند. با اینکه کشورهای جهان از سازمان ملل حمله حماس به اسرائیل را محکوم کردند، تا به حال زدخورد بین آنها ادامه دارد. صبح 9 اکتبر سال 2023 وزارت مدافعه اسرائیل از حمله‌های گسترده هوایی به داخل غزه خبر داد. همچنین وزیر مدافع اسرائیل یوآف گالانت فرمان به موثر گرفتن غزه را برآورده است. همچنین وزیر اسرائیل گفته است که قانون جنگ تغییر کرده است. اکنون ما چنان پاسخ خواهیم داد که مردم غزه در 50 سال آینده آن را فراموش نخواهند کرد. در نوبت خود حماس دیگر باره شهرهای اسرائیل را موشکبار نمود. به گفته حماس آنها 100 موشک را به جانب اسرائیل پرتاب کردند. تا این دم کارشناسان نظامی سیستم دفاع هوایی اسرائیل را از بهترین ها در جهان میدونستند، ولی تحولات اخیر نشان داد که موشک‌های حماس تا با وجود زمانوی نبودنشان به هدف رسیدند. وزارت مدافع اسرائیل از کمبود و نارسایی شبکه دفاعی ضد هوایی خبر داده از امریکا کمک خواسته است. امریکا نیز در نوبت خود کشتی‌های جنگی و حربیش را به ساحل اسرائیل نزدیک نمود. این اقدام امریکا را روسیه دخالت طرف سوم به درگیری‌های حماس و اسرائیل نامیده است. در 3 روز درگیری‌های حماس با اسرائیل بنا به اطلاع وزارت تندرستی اسرائیل دست کم 700 اسرائیلی کشته و 2384 نفر زخمی شدند. از جانب فلسطینی‌ها باشد اساساً در نتیجه حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه 493 کس کشته
و 1750 نفر دیگر مجروح شدند. راننده ماشینی که در ناحیه خراسان ولایت ختلان کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را پخش کرده از جای حادثه فرار کرده بود بازداشت شده است و حالا در شعبه ملیت این ناحیه قرار دارد. به ضد او پرونده جنایتی گشودند. در این باره سیمومین حسن‌زاده سردار شعبه تشویقات و ترغیبات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی روز 2 اکتبر سال 2023 به خبرگزاری از پلیوس خبر داد. بنا به اطلاع سخنگوی بازرسی دولتی اتومبیلی، این راننده پیش از پخش کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در ناحیه خراسان از جانب کارمندان دیگر بدعه برای ویران کردن قاعده های حرکت در را نگاه داشته می شود، اما او به کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده فرار کرده است. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در این باره با تلفن به همکسب خود در پوزگاه خراسان خبر دادند. کارمند پوزگاه به بین را میبراید تا راننده قانون شکن را منع کند، ولی او این دفعه هم اطاعت نمی کند و کارمند بدیه را پخش کرده باز از جای حادثه فرار می کند. حالا راننده این ماشین بازداشت گردیده در بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه خراسان قرار دارد. نسبت به راننده پرونده جنایتی باز شده تفتیشات ادامه دارد، خبر داده است سیمومین حسن‌زاده. اما این سخنگوی بازرسی دولتی اتومبیلی از نشر نام راننده بازداشت گردیده و دیگر تفصیلات حادثه خودداری کرده است. او گفت است که به کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی که او را ماشین پخش کرد همکسبان و راهگذران کمک رسانیدند و حالا به سلامتی او خطر تهدید نمی کند. یادآور می شویم 7 نوامبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی پخش شد که در آن لحظه از جانب ماشین با سرعت بلند پخش کردن کارمند بدعه دیده می شد. لحظه زیر چرخ ماشین ماندن کارمند بدعه به دوربین ویدیو کامرای نظارتی افتاده است. موردهای اطاعت نکردن به فرمان کارمندان بدعه در تاجیکستان زیاد مشاهده می شود، اما حالت کارمند بدعه را با ماشین پخش کردن رانندگان و از جای حادثه گریختن خیلی کم است. صبح 7 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 12 راننده автомашин تمغه تویوتا هایتو فیروز سال تولدش 1992 ساکن نویه 5 هنگام حرکت از سمت دیه بلند جماعت دیوت میور به سمت جماعت دیوت نمونه نویه مذکور از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد کوچکوف محمدالله سال تولدش 1987 را که از طرف راست به طرف چپ میگذشت پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد کوچکوف به سلامتی ژرات‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. باز همین صبح 7 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 9:30 راننده دوچرخه یا موتورسیکل غایبوف کرامت الله سال تولدش 2002 ساکن نویه 5 هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت قمسنگیر به سمت شوروی بختر 5 در حدود دیهه جویبار جماعت دیوت قمسنگیر برای دویم درجه برآمده به автомашин تمغه تویوتا کمری تحت دوره غایبزاده ایدیبک سال تولدش 1984 ساکن نویه بلخی که در خود حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده دوچرخه در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 32 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف آغاز کرده شده است. گمان بر شونده 5 یولی سال 2023 در حدود نویه باباجان غفوروف با راه فریب به باوری مرد 26 ساله ساکن نویه دوشتی جر آمده از او یک عدد автомашин تمغه تویوتا کامری 2 که ارزشش 110,000 سومونی را تشکیل میدهد طریق نسیه گرفته مبلغش را تا حال پرداخت نکرده است. باید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.